بار پیغمبری خدا همراه عایشه بودن. عایشه میگوید از حبیب خدا طلب کرد ای شوهر مهربان، ای حبیب خدا، میخواهم که در حق من دعا کنی. دادرای عزیز خیلی با اهمیت باشین. شاید این سخنی مرا بعض مادرها هم خواهرها هم بعداً شنوند. این حکمت دارد. عایشه از شوهرش دعا طلب میکند. امروز من شما را باور که شاهد میگیرم اگر در همین مسجد تا 3000 و 4000 نفر باشین، خدا داناست که هیچ زن شما از شما دعا طلب نمیکنند. بار هم نمیگن که شوهر در حق من دعا کن. باور کن در فکرشان هم نمیگذارد. حتی پروای دعای شوهر هم ندارند. نمیدانند که حبیب خدا گفت، اشاره به سوی شوهر کرد، گفت ای خانم های مهربان، ای زنان مسلمان، هو جنتک و نارک. همین شوهرها جنت و دوزخ شما هستند. اگر جنت میخواهی احترامشان کنیم، به قدرشان رسیم. خواه زیبا هستند، خواه بدرو هستند، خواه پولدار هستند، خواه بی پول هستند، خواه منصب دارن، خواه منصب ندارن، احترامشان کنیم. اینا جنت و دوزخ شما هستند. افسوس که امروز به قدرترین شخص در خاندان شوهرها می باشند. شوهر قدر ندارد، احترام ندارد، به قدر شوهر نمی رسند. باور کنین این زنها تا حد آمدن که پیش شوهر خیستن برای خود عار می دانند. اینا برای خود یک چیزی خیلی ناخوب می شمارن که پیش شوهرش خیزد، لیکن پیش یک مردی بیگانه و پیش یک زنی بیگانه می خیزد. شوهرها را احترام کنید. دنیا نه آنقدر دنیای درازی هست. اگر هر یک زنی که نماز میخواند لیکن در نمازش حبیب خدا میگوید در حق شوهر دعا نمیکند، نماز او در سر او زده میشود، قبولی درگاه خدا نمیشود. زن همیشه باید دعا کننده در حق شوهر باشد. احترام شوهر باید به جای بیارد. حکم شوهر برای او فرض و واجب است. اگر گردن کشی کند، اگر ناپسندی کند، حبیب خدا گفتند درهای جنت بالای این زن پوشیده است. مادرای عزیز و خواهرای عزیز، من بر همه شما باور که مراجعتم همین است. از تمام آن روزهای نافله‌ای که شما میگیرید، از تمام آن نمازهایی که شب و روز نافله‌ای که شما میخوانید، اگر یک بار بر روی شوهر تبسم کنین، قسم به خدا از همه عبادتان بالا هست. یک بار به بالای شوهر تبسم کنید، یا یک بار پشت دست شوهر تا بوسه کن، از همه عبادتت بالاست. کوشش کن مادر عزیز، خواهر عزیز، کوشش کن که شوهر از پیش خود دستش بردارد، گوید خدا تو را اهل جنت گرداند. کوشش کن. اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها. زیرا خواهر عزیز، بزرگترین حق بالای تو نه پدر دارد، نه برادر دارد، نه عمک و تقت دارد، شوهر دارد. بزرگترین حق بالای تو حق شوهر نیست. قسم به خدا روز از روزها این زن و شوهرها را خدا در پیشگاه خودش راست میکند. خوش به حال اون زنی که در دنیا خدمت کرد، دعا کرده، دعای شوهر را گرفته است. خداوند باز همراه می شوهر در جنت جایش میکند. حضرت عایشه است، شوهر از حبیب خدا گفت در حقم دعا کن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دست مبارک برداشت، زیرا از عایشه راضی بود. زیرا عایشه همیشه در خدمت رسول اکرم قایم بود، همیشه